سلام دوستان. این تمرین یکی از هنرجایی که قبلا جای دیگه دوره دیده بودن و پیش ما تشریف آوردن که رفع اشکال بشن، ولی من بهشون توصیه کردم که باید از صفر دوباره آموزش ببینن، به خاطر اینکه این تمرینات به درد نمیخوره. این تمرینات از پایه اشتباهه. ببین شما دقت کنین در طراحی، قرینه سازی، استروک، اصلا معنی استروک نمیدونم. خب حالا اینا رو با دستگاه کار کردن، مثلا به این حالت ببینید تمریناتشون رو. ببین این ویدیویی که من میذارم به خاطر اینه که اگر به این حالت دوره دیدین، به این حالت ناقص و اشتباه، حالا ناقص به کنار، اشتباه، سعی کنید یه مربی دیگه برای خودتون انتخاب کنین، چون اصلا به درد نمیخورین. نمیتونید روی مدل زنده به این حالت کار کنید. اصلا معنی استروک نیست اینجا. خطوط رو اشتباه کشیدین. من نمیدونم چرا هر کسی اسم خودش مربی میذاره. با این تمرینات هیچ هنرجویی نمیتونه کار کنه. اعتماد به نفس به کنار. یعنی اگر مربی خودش به این حالت روی مدل زنده داره کار میکنه، روی مشتری کار میکنه، وای به حال اون مشتری‌ها. خب شما اگر به این حالت تمریناتتون هست، حالا پیش ما نشد، پیش یه مربی کاربلد دیگه ای آموزش ببینید، امکان نداره با این تمرینات شما کارتون خوب باشه یا مشتری از شما راضی بشه. امکان نداره.